300 درخت مگنولیا را چند ماه پیش از ایتالیا به خوجند آوردند با امید آنکه سبز هستند و راههای مرکزی را زینت می‌دهند. حالا برگ‌هایشان زرد و پژمرده شده است. این حالت بعضی از ساکنان را به حیرت آورده است، اما مسئولان اداره آبادی شهر میگویند برای حفظ نهال‌ها تمام چاره را می‌بینند. موی تا قایدری تکنولوژیاش کی گفتگیش باید تورف کدی کمپوست کدی خلاصی محلی کمپوست کدی گاهی کو هم کشینونگو ماشینونگی و یا همشه دو بار کار نوین دادگی یا بود سرکم این چیز مطابق شده برگه و برگی کنی میپاتو همه خوشکش پروفته نه میبرورا برو علاقه برو میشم های. معرکه شیناندن درختان مگنولیا در خوجند در آخر ماه فوریه امسال صورت گرفت. در روزهای آمادگی به سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در مرکز ولایت سوخت. معلوم نیست که چرا برگ درختان اروپایی ظاهراً گران ارزش در مدت کوتاه خشکیدند. باغپروران میگویند درختانی که از کشور دیگر آورده میشوند باید به محیط زیست مطابق کرده شوند. همین تجربه من همین مومنی 4 سال رفته شونده شده که نشون داد که این درخت چی بود؟ درخت بد نیست، درخت خوش صفت، زمستان تابستان سبز مینماد آرایشی درست، لیکن بار اول شوندن به یک بار برگش میپرتاید و از نم برگ میبرد. بعضیش اکنون نمیدونم سبب چیز ما نمیدونیم که آموزش کردگی ما نه. بعضیش برگش پرتافت تنش خوش شد لیکن از پایانش نرزده سول تنی نبرآورد. من اینکه حادثه هم هست. در حالی که مصاحب ما گفت مگنولیا به مثل ارچه همیشه سبز است و در بهار گل و نکهت زیبا دارد، حالا در باغ‌های خوجند تنها نمای سوخته و پژمرده آن نمودار است. اولین درختان مگنولیا را زیاده از 10 سال پیش در پایتخت تاجیکستان شناندند. آن زمان نرخ این نهال‌ها در بین ساکنان و مهمانان بحث‌های را به میان آورده بود و گفته می‌شد که ارزش آنها به ده‌ها هزار سامانی می‌رسد. حالا نیز چنین بحث هست، چون راه از ایتالیا تا خوجند دور است و حمل و نقل بار هم ارزان و آسان نیست. نمایندگان حکومت میگویند درختان مگنولیا را صاحبکاران محلی آوردند، ولی نرخ آن را آشکار نمی‌کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.